سلام دوستان، امروز میخوام در مورد روش یا همون متد آموزش لغات یا وکابولری که منطبق با متد روز اینداکتیو هست صحبت بکنم. متدی که امروز میخوایم معرفی کنیم از فلسفه یا همون متد آموزشی student centered یا inductive teaching پیروی میکنه و یه در واقع مخفف تک کلمه ای برای این متد ما داریم که روی این اسلاید الان میتونیم ببینین و اون کلمه در واقع مکدیبل خونده میشه که هر کدوم از این حرف ها نمایانگر یک کلمه هستن یا یک استیج در آموزش لغات. اولین چیزی که باید اشاره کنم این هستش که این متد به راحتی هم در کلاس‌های حضوری و هم در کلاس‌های آنلاین قابل پیاده سازی هست و اگر که تسلط کافی به نحوه اجرا کردنش داشته باشیم به راحتی میتونیم توی کلاس‌هامون ازش استفاده بکنیم. خب اولین استیجی که توی مکدیبل وجود داره یا همون در واقع حرف M مخفف مینینگ هست و دومین استیجی که وجود داره که معمولاً این دوتا استیج رو ما با هم یه دونه در نظر میگیریم حرف ای یا همون الیسیتیشن هست. پس میتونیم بگیم که مینینگ الیسیتیشن با هم دیگه یک استیج یا همون اولین استیج تدریس یک لغت جدید هست. اولین چیزی که توی تدریس یا انتقال مفهوم یک لغت جدید ما باید بهش توجه بکنیم در واقع معنی یا همون مینینگ هستش و الیسیتیشن به چی اشاره داره؟ به اینکه این معنی نباید به صورت مستقیم گفته بشه به زبان آموز، یعنی اینکه کلمه رو من بیام معرفی بکنم، دفینیشن واسش بدم، سینونیم بدم، روی تخته بنویسمش، میشه معرفی کردن مستقیم معنی. ولی کاری که ما اینجا انجام میدیم این هستش که معنی رو الیسیت یا همون استخراج میکنیم، یعنی کاری میکنیم شرایطی رو فراهم میکنیم که زبان آموزان ما بتونن معنی رو به ما بگن، یعنی بگن که این کلمه چه معنی داره. خب به طور مثال اگر قراره که من امروز یه سری حروف یه سری کلمه مربوط به حمل و نقل عمومی یا ترانسپورتیشن درس بدم، اولین چیزی که شروع میکنم باهاش یه کانتکست خیلی خوب که مقدمه سازی کنه، مقدمه چینی کنه، ذهن بچه‌ها رو آماده اون مفهوم بکنه. مثلا میتونم از در واقع روش هم رفت و آمد خودم به سر کار یا به مدرسه یا به دانشگاه یا هر جای دیگه صحبت بکنم، یا میتونم یه عکس نشون بدم، یه کلیپ نشون بدم. در واقع با روش‌های مختلف میشه این ذهن بچه‌ها رو آماده گرفتن اون معنی کرد. و به طور مثال اولین کلمه من ممکنه مثلا ترین باشه. چجوری من معنی ترین رو میتونم الیسیت کنم؟ به راحتی به جای اینکه تصویر رو نشون بدم و چند بار بگم که it's a train و خودم یه جورایی معنی رو پروواید کنم، معنی رو الیسیت میکنم، تصویر رو نشون میدم و سوال what's this یا what do we call this یا سوالاتی از این دست رو میپرسم. خب استیج بعدی همونطور که مشاهده میکنید با حرف C خلاصه شده و بهش میگن کانسپت چک اصطلاحاً و در راستای همون دو استیج قبلی هست. کانسپت چک میاد میگه که وقتی که مفهوم کلمه رو انتقال دادیم باید مطمئن شیم که به درستی انتقال داده شده. مثلا یه مثال خیلی ساده میخوام بزنم برای لول A1 یا سطح کاملا بیگینر. شما تصور کنین که کلمه چیر رو میخواین به بچه‌ها تدریس بکنید. چند بار به صندلی اشاره کردیم و گفتیم it's a chair و اونا هم تکرار کردن. خب حالا پیش خودمون فکر میکنیم که حتما متوجه شدن که چیر یعنی چی یا چیر یعنی همون صندلی، ولی ممکنه که ذهن زبان آموز لول A1 یا بیگینر فکر کنه که منظور از چیر رنگ مشکی یا رنگ قهوه‌ایه، رنگ صندلی مد نظره، یعنی ممکنه فکر کنه منظور اینه، اشتباه متوجه شده باشه. خب حالا من اینجا باید مفهوم کلمه رو کانسپت چک بکنم، بیام بپرسم ببینم واقعا متوجه شدن این چیر به چه معنی هست یا نه. خب چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ با پرسیدن یه سری سوال که توی ویدیو قبلی هم ما بهشون پرداختیم و ما به این سوالا میگیم اصطلاحاً concept checking questions or CCQs. خب
CCQ های وکب هم مثل CCQ های گرامر کاربردشون اینه که مستقیما به مفهوم اون کلمه مورد نظر اشاره میکنن و تارگتشون معنیه و هیچ تارگت دیگه ای ندارن، به فرم کاری ندارن، به تلفظ کاری ندارن و به استفاده کاربردی از کلمه هم کاری ندارن. صرفاً وجه‌های مفهومی کلمه هستش که خیلی مهمه. خب مثلا من میخوام CCQ های کلمه چر رو بپرسم. خیلی ساده، کلمه بسیار کلمه در واقع کانکریت یا خیلی مشخصیه، کلمه انتزاعی نیست. سوال مثلا is this a chair سوال خوبیه. من میام به رنگ قهوه‌ای، مثلا به یه رنگ قهوه‌ای اشاره میکنم، مثلا رنگ قهوه‌ای میز و میگم is this a chair. خب الان طبیعتا باید بچه‌ها بگن نه. اگر گفتن نه یعنی متوجه شدن که مفهوم چر چی بوده. یکی از بچه‌ها رو میتونم بلند کنم و بهش بگم که اوکی sit on a chair و ببینم متوجه شده هستن منظور چی بوده، یعنی مفهوم کلمه چی بوده. یعنی خب این یه CCQ خیلی ابتدایی از یه کلمه خیلی 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 بیگینر و کانکریت بود. حالا میخوام به یه کلمه یه مقدار سخت‌تر بپردازم و ببینیم CCQ های اون چطورن. کلمه آدینس، کلمه‌ای که توی لولای یکم بالاتر بچه‌ها باش مواجه میشن. مثلا توی فامیلی اند فرندز 4 ما الان این کلمه رو داریم و توی سری تاپ ناچ هم چند ترم باید جلو برن که به این کلمه برسن. خب من باید چک بکنم ببینم که وجه‌های مختلف آدینس رو متوجه شدن بچه‌ها یا نه. مثلا میتونم بپرسم که کجاها آدینس پیدا میشه. آدینس آیا توی سینما هست، آیا توی کنسرت هست، آیا اینجا الان که مثلا ما نشستیم توی کلاس آدینس هست. مثلا یه خونه خالی رو میتونم نشون بدم بگم اینجا آیا آدینس میبینید، یه سالن خالی کنسرت رو نشون بدم بگم آدینس میبینید یا نه. همه اینا میتونن CCQ های خوبی باشن. چیزی که مهمه اینه که CCQ ها رو معمولاً به صورت yes no question طراحی میکنیم و گزینه به بچه ها میدیم که انتخاب بکنیم. خب الان این دوتا CCQ که من اینجا نوشتم Are there any audiences in a concert or in the cinema? And are there any audiences here? هستش. الان از شما میخوام که به یک CCQ خیلی خوب دیگه فکر کنین و اونو یادداشت بکنین. استیج بعدی که ما بهش میخوایم بپردازیم استیج دریلینگ هستش که خیلی واجبه و انجام ندادنش یا کوتاه انجام دادنش باعث در واقع به خطر افتادن تلفظ صحیح میشه و خیلی مهمه که ما مراحل مختلف دریلینگ رو به خوبی و به اندازه کافی انجام بدیم. مثلا اولین مرحله کورال دریلزه که کلمه رو بچه‌ها به صورت گروهی تکرار میکنن و این گروه ها میتونه شامل حالا کل کلاس باشه یا گروه های کوچیک‌تر. مثلا شما الان به این 3 نفر میگید که تکرار بکنن، دفعه بعدی 3 نفر دیگه تکرار میکنن، دفعه بعدی 5 نفر دیگه تکرار میکنن و این خودش باعث ایجاد ورایتی یا همون تنوع در کلاس شما میشه. و استیج بعدی ایندیویدوال دریلز هست که در راستای همون استیج قبلی هست. پس ما میتونیم بگیم استیج دی و آی یکی هستن، در واقع در یه راستا کاملا هستن. خب دریل های تکی رو که انجام دادم، حالا نوبت میرسه به استیج بعدی بوردینگ که با حرف B نشون داده شده. خب بعد از در واقع چک کردن تلفظ صحیح باید برم سراغ فرم و نوشتن کلمه روی تخته یا روی، اگر کلاستون آنلاینه یا حالا با تول های آنلاین راحت تر هستین، روی ورد یا هر گونه پریزنتیشن دیگه ای. خب آیا فقط نوشتن کلمه کافیه؟ یعنی این که من فرم نوشتاری رو در اختیار زبان آموزم بذارم اون مشکل منو حل میکنه؟ نه. یه استیج کوچیک دیگه ما اینجا داریم بعد از B که با هم الان میبینیم چیه. استیج L یا همون لیبلینگ هستش. کلمه رو باید لیبل کنم یا به اصطلاح برچسب بزنم. خب این برچسب شامل چه قسمت‌هایی هست؟ 2 قسمت خیلی مهم داره این برچسبه. قسمت اولش استرسه و قسمت دومش پارت اف اسپیچه.
خیلی راحت مثل در واقع علامت هایی که توی دیکشنری ها ما پیدا میکنیم، اینجا هم باید استرس کلمه رو مشخص بکنیم. بالای کلمه بعضی وقتا ما میتونیم حالا به انتخاب خودمون با یه دایره خیلی کوچیک یا با یه خط عمودی خیلی کوتاه استرس کلمه رو روی سیلابل و نه روی حرف مشخص کنیم. اشتباهی که خیلی از اساتید متاسفانه انجام میدن اینه که استرس رو روی حرف میذارن. ما میدونیم که حروف استرس نمیگیرن و چیزی که استرس میگیره سیلاب ها هستن و خیلی مهمه. توصیه میکنم که قبل از تدریس هر کلمه جدید یک بار استرس پترنش رو توی دیکشنری حتما چک بکنید، چون به هر حال ما هم به عنوان کسانی که دائما در معرض زبان انگلیسی هستیم خب مهمه که خودمون هم هیچ خطایی نداشته باشیم. و گاهم پیش میاد که استرس ها حالا سهواً یا بعضی وقتا هم از سر اشتباه در جای غلطی گذاشته میشن و متاسفانه نهادی نمیشه توی ذهن زبان آموز. خب پارت اف اسپیچ کلمه رو چطور مشخص کنیم؟ به راحتی توی یه پرانتز خیلی کوچیک بالای کلمه با حروف اختصاری V برای verb، ADG برای adjective، ADV برای adverb و N برای noun و اگر preposition هست کلمه PREP بالای کلمه می نویسیم. وقتی که این کار رو انجام میدیم حتما کالر کد میکنیم، یعنی حتما با یک رنگ دیگه این کار رو انجام میدیم. اون رنگ باید رنگ واضحی باشه، باید در واقع یا قرمز یا سبز یا حالا هر رنگ جذاب دیگه‌ای باشه و با رنگ اصلی که ما داریم باهاش می‌نویسیم متفاوت باشه. خب استیج آخر توی مکتیبل استیج اگزمپل هستش و اینجاست که ما باید یه سری مثال برای کلمه ها تهیه بکنیم. اگر کلمه سخته و کاربردش توی جمله چالشی هست، اگر که کلمه با یک مثلا پارت اف اسپیچ خاصی همراهه و بعدش باید یه ساختار خاصی رعایت بشه، در این موارد خب مثالای ما طبعا بعد از یکی بیشتر باشه. این مثالا رو میتونید به صورت شفاهی بگید، میتونید روی پاورپوینت آماده داشته باشین و مثالا رو نشون بدین و میتونید هم بنویسید روی تخته. به روش‌های مختلف قابل پیاده سازی هستش. فقط چیزی که مهمه اینه که بچه‌ها هم حتما با کلمه مثال بزنن و اگر که کلاس شما کلاس شلوغی هست احتیاجی نیست که همه بچه‌ها برای همه کلمه‌ها مثال بزنن. طبیعتاً فرصت نمیشه. برای هر کلمه یک یا دو زبان آموز قاعدتاً کافیه، مگر اینکه کلمه اونقدر چالشی و اونقدر سخت باشه که به مثالای بیشتری احتیاج باشه. در اون صورت از بقیه بچه‌ها هم کمک میگیرم. خب استپ‌های تدریس وکابولری تا اینجا تمام شد و میدونیم که بعد از در واقع پیاده کردن اون استاندارد تدریس هر ماژولی، چه وکاب باشه چه گرامر چه هر ماژول دیگه‌ای، میریم سراغ پرکتیس و پرکتیس ها خیلی 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 مهم و دقیق باید انتخاب بشن و اتفاق بیفتن. متشکرم.